سلام بچه‌ها، چطور؟ خوش اومدید به جدول. من امینم. اینجا چنل بارسا کم، چنلی برای طرفداران بارسا و طرفداران فوتبال. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اول لایک کامنت سابسکرایب کنید. هر چی حساب ما اومدیم با پیش‌بازی بارسلونا مقابل اسپانیول و اینو خواستم بگم که ما وقتی که داریم به سمت بازی با اسپانیول میریم، داریم با یه روحیه عالی میریم و کلا 2 امتیاز میخوایم تا قهرمانی خودمون رو تو لالیگا مهرش رو بزنیم و پرونده لالیگا رو ببندیم. و 3 تا بازی مونده. با بیلبائو بازی داریم، با ویارال بازی داریم و با اسپانیول. حالا یعنی با اسپانیول، ویارال، آخرام با بیلبائو. و بازیایی که در پیش داریم تقریبا به جز بازی با بیلبائو، ببینید حالا اسپانیول رو کنار، از یه طرف ویارال که جدا تیم خوبیه واقعا و داره واسه این میشن که سهمیه لیگ قهرمانان بگیره، و بیلبائو هم که همه میدونن تو سن مامس بردنش چقدر سخته و کلا تو جو هواداره خودشون با طرفدارای خودشون وارد یه لول جدید میشن و ما هرچه بهتر که جلوی بازی با اسپانیول سریع کارو تموم کنیم و کار به بازی‌های بعدی نکشه تا بتونیم، یعنی خب ادامه. خب ببینید کلا اسپانیول توی این فصل در حال حاضر تیم 4م جدول با 39 امتیاز. 5 بازی آخرشون به ترتیب 3 تا باخت، 1 مساوی و 1 برد بود. یعنی 1 برد بر 1 بردشون برگشته. 5 بازی اخیر و 3 تا بازی آخرشون رو باختن. قبل از باختن مساوی کردن. 38 گل زده دارن و 47 گل خورده. و توی بازی‌ها تمایل دارن که 4-4-2 بازی کنن یا 4-2-3-1. توی یه سری بازی‌های سخت به 5-3-2 هم تبدیل میشن و بازی میکنن. و کلا تاکتیکشون اینه که یک دفاع قوی از خودشون به جای میذارن دفاع بالا، همون لو بلاک که خودمون میدونیم، یه فوتبالی که میشه بهش گفت فوتبال کثیف، چون سعی میکنن بازی رو بگیرن، ریتمش و دفاع بسیار با عمق و با نظمی دارن. خیلی توی دفاع باید مراقب باشیم و مدافعای کناریشون خیلی تمایل ندارن بیان جلو توی حمله شرکت کنن، بیشتر میمونن و دفاع میکنن. هافبک‌هاشون بیشتر کارشون اینه که بازی‌ها رو ببرن به سمت گوشه زمین و کنارا و تمرکز زیادی هم دارن بر ضد حمله که این خیلی میتونه واسه ما خطرناک باشه. راجع به ترکیب صحبت می‌کنیم و باید چیکارا انجام بدیم. انتقال سریع از فاز دفاع به حمله دارن، یعنی در عرض ثانیه امکان ضد حمله خوردن ما هست خیلی زیاد. از پاس‌های بلند استفاده میکنن، مهاجمای بسیار سرعتی دارن، ضربات ایستگاهی به شدت خطرناکن، چه مستقیم دفاع قد بلندی دارن که ضربه سر میتونه کارو خیلی واسه ما اذیت بکنه و کورنر روی کورنلا خیلی خطرناکن و همین روی ضربات ایستگاهی خیلی تیم خطرناکیان. مدافع قد بلندشون رو گفتیم، اونا توی در مقابل بارسا چون از یه لحاظی توی دربی هم هست سعی میکنن یک دفاع عمیق اما با نظم انجام بدن و با سازماندهی زیاد و شاید بگم اگر 4-2-3-1 بازی میکنه قطعا 2 دبل پیوت میان که کمک دفاع بکنن و تمام این سعی اینه که روی این فاز میان روی دفاع سعی میکنن کلا از پاس بلند ضد حمله استفاده بکنن و یا اینکه اگر تونستن سری بازی رو چی بهش میگن از روی ضد حمله به نتیجه برسونن. بازی فیزیکی انجام میدن. نقاط قوتی که دارن مثل شکل دفاعی قویشونه که گفتم خیلی سخت میشه تراکم بالاشون شکست، ولی خب بارسلونا این امسال چیزی نشد براش نداره، حتی جلوی بهترین خط دفاع چه اتلتیکو مادرید باشه چه اینتر باشه خیلی خوب نتیجه گرفته و شکل دفاع قوی رو گفتیم، سازمان یافته رو مخصوصا در لو بلاک اونم گفتیم، تراکم بالا هم گفتیم، ضربات ایستگاهی هم که اشاره کردیم خیلی سریع ارسال میکنن و بازیکن‌های قد بلندی از خط دفاع دارن که میتونن به ما ضربه بزنن. بازی فیزیکی هم گفتیم، اما نقاط ضعف زیادی هم دارن. توی تسلط با توپ راحت نیستن، مالکیت رو قراره به ما بدن و توی پرس زیادی هم نمیتونن روی تیم ما بذارن. آسیب پذیر زیاد هستن در پرس و این خیلی میتونه کار بارسا رو راحت بکنه. یه پرس قوی میتونه درجا ازشون گل بزنیم و از اون تیم‌ها هستن که عمق زیادی توی اسکواد ندارن و شاید اگه ما تو دقیقه 15 بهشون یه گل بزنیم تا آخر بازی همون شاید 1-0 تموم بشه. خب این بود از کل اسپانیول. حالا بذارید راجع به تیم خودمون یه ذره صحبت کنیم. ما با یک روحیه آتشین داریم به مصاف اسپانیول میریم، روحیه‌ای که
جلوی رئال مادرید کامبک زدیم، حالا داریم میریم سراغ اسپانیول که قهرمانیمون رو قطعی کنیم. چند وقت پیش کاپیتانشون یه مصاحبه‌ای میکنه که ما نمیذاریم این سال 2023 که ژاوی اون موقع مربی ما بود اونا تو زمین ما قهرمان بشن و اسپانیول کلا تا حالا قهرمان لالیگا نشده. یه نکته جالبی هم که دارن سال دونه تعویض قراره بازی بکنه، مثل چی؟ مثل آلخاندرو بالده که برمیگرده به ترکیب، مثل کریستنسن که به خاطر اینکه کوارسی مصدومه برمیگرده به ترکیب، پابلو گاوی یا فرمی لوپز دنیل ما قرار نیست بازی بکنه چون بازی فیزیکی گاوی خیلی خوب میتونه کمک میکنه. فرمی لوپز که عملکرد عالی داشت توی بازی قبلی، احتمال اینکه ترشتگن هم باشه هست و کلا چون بازی دیگه قراره تمام کنیم با تمام قوا فیلیک بخواد بره سراغ اسپانیول که همونجا تمام بکنه تا کاراشو انجام بده و اینکه قهرمانی ما تثبیت بشه. و نکته‌ای هم که میمونه راجع به این فصل، خب کلا قهرمانی که تموم بشه من خودم توی ویدیو میگم، اما خب تمام این اتفاقایی که افتاد صدقه سر هانسی فیلیک، این مربی بزرگیه که بارسلونا رو به این تبدیل کرد و اون روحیه جنگندگی و همیشگی بارسلونا رو بهش داد. زیباترین فوتبالی که امسال ما دیدیم بیشترش از بازی‌های بارسلونا بود که به خاطر همون هافک کلاسیکی مثل پدری، مثل وینگرهای عالی، مثل خط دفاعی که داشت. درسته ذره این اواخر خط دفاعی بارسلونا شدیداً چی بهش میگن ضربه دوچار مشکل شده و گلای زیادی هم خوردیم، اما میگم با توجه به این سبک دفاعی که ما داریم، خب این ریسک بالایی که انجام میدیم قطعاً گل زیاد خوردن به خاطر اون نیست و شاید بهتون بگم 7 تا 8 از گلایی که ما تو بازی اخیر خوردیم سر اشتباهات فردی بوده، مثل گلی که پنالتی به رئال مادرید دادیم، مثل گلی که از اینتر خوردیم دنی اولمو اشتباه کرد، آراوخو اشتباه کرد و میبینید هانسی فیلیک سریعا از اشتباهات درس میگیره. برگردیم به بازی رئال مادرید، از بازی اینتر چه درس‌های هانسی فیلیک بزرگ گرفته، لواندوفسکی رو به بازی نمیاره، آراوخو رو نمیاره، اما خب مشکل ما این بود که اون موقع میتونست برگرده تو دفاع کارش رو تموم کنه ولی خب بازم بازی سختی بود و از بین اینیگو مارتینز حالا کوارسی که مصدوم شده نمیتونه بازی کنه و فکر کنم نشده، دقیقاً نمیدونم خبری هنوز مصدومیتش نیومده و فکر کنم به بازی میرسه، اما کریستنسن قرار بازی بکنه. آلخاندرو بالده فکر من گفتم یه ذره قبل ویدیو اشتباه کردم گفتم برمیگره، بازم فکر نمی‌کنم هانسی فیلیک جلوی اسپانیول که مخصوصا یه تیمی هست که فیزیکی بازی میکنه برگرده و ما اگر هم برگردیم به نیم فصل اول که 3-1 اسپانیول رو شکست دادیم، ما 2 تا گل آفساید گرفتیم، انداخته بودیم شد توی تله آفساید 3-1 بازی رو بردیم که یه گل پشت محوطه دنی اولمو زد، یه پاس بیرون پای فوق العاده یامال داد و کلا دنی اولمو دبل کرد و با یک روحیه خوب بریم قهرمانی رو تمام بکنیم و با خیال راحت پرونده این سگانه داخلی رو ببندیم و ویدیوهایی داریم به زودی راجع به خریدهایی که باید بارسلونا انجام بده، یه ویدیو جداگانه‌تر داریم فروش‌هایی که باید انجام بده و از این جور گفته‌ها. خب تموم شد این ویدیو، چیز خاصی زیاد نمیمونه، مهمترین چیزی که همه دارن سلامت خودشون خانواده‌شونه. خداحافظ.